ای مادری غمخوار، وجود تو بهر طفل همان نفس است که نبودنش جان را در تن به لرزه می آورد و قلب در سینه بیتابی می کند. ای مادر، در این دامان کرباسی تو چه بزرگ مردان پرورش یافته و با توانمندیشان عالم گرفتند. ای مادر، ای خزیندار پربهاترین زر و زیور عمر که مهر و محبت و شفقتش می نامد. ای مادر، آفریدگار مگر تو را تنها و تنها برای نیایش فرزندان آفریده است که حتی وقت بزرگ می شوند برای تو هنوز همان طفلک نیازمندی کمک و مهربانی اند. خداوند بزرگ فرموده اگر در دنیا سجده روا بود، یقینا آن سجدگاه مادر بود، زیرا تنها